صحبت چگونه فرزند تربیت کنیم خیلی مهم است. چگونه فرزند تربیت بکنیم. یک بخشش من سال قبل صحبت کرده بودم. جوانانی که تو هنوز تشکیل خانواده ندادید، قیمت این موضوع بالاتر از قیمت دنیا هست و کسایی که فرزند دارن با گوش سر نشنوند. با کدام گوش بشنوند؟ با گوش دل بشنوند. باور بکنیم امروز آنقدر مشکلات زیاد شده و در حال زیاد شدن است. من همین طرف می آمدم، شاید 20 دقیقه پیش مادر تماس کشید، گفت 5 ماه شده از ازدواج من حامله دار هستم، هیچ تقصیر هم ندارم، مرا به اندازه لطکوب میکنه این شوهر من، به اندازه لطکوب میکنه که گاهن من از جای خود بلند شده نمیتونم. این بستگی داره به همون تربیه. امروز قتل و قتال، زنا، ارتباطات نامشروع، موسیقی، در صفحات شما میبینید که فساد به اوجش رسیده. کل کی هست؟ همین جوان. این فرزند کی هست؟ فرزند یک مسلمانه که اسمش هست احمد، نام مادرش هست فاطمه. در کجا بزرگ شده؟ در افغانستان بزرگ شده، ولی الان مسیر را گم کرده. اصلا قسم بر علیه دین قیام کرده، قسم بر علیه دین مبارزه میکنه، قسم دین ستیز شده، قسم دین گریز شده که آدم اشتباه میکنه که شاید مسلمان نباشه. برای اینکه پدر و مادر به همه چیز در زندگی فرزند اهمیت دادن. امروز پدرانی که ثروت دارن تلاش میکنن بهترین لباس به پسر خود در نظر بگیرن، بهترین بود داشته باشه. حتی خودشان میبرن پیش اصلاحگر موی، تیپ و شیپ میتن برش که به این طریق، به این دیزاین موی از این باید اصلاح بکنی که بچه من ناب باشه، دختر من لباسش ناب باشه، بهترین طلا را باید دختر ما در عروسی داشته باشه، بهترین غذاها باید برش پخته کرده شه و او از او استفاده بکنه. موتر، همون موتری که سیستم بالا هست تازه می آید، مدل بالا باید موتر داشته باشه. حتی پدرانی هستن که وقت تبدیلی یک گوشی می شود، او گوشی پسر خود را می فروشن، یک گوشی جدیدی که تازه در بازار آمده به پسر خود می خرن که پسر ما باید نمبر 1 باشه، از دیگران کم نباشه، ولی 1% به تعلیم و تربیه شرعی و اسلامی از او وقت ندادن و فرصت برشان نبوده. همه چیز در خانه پسر هست، همه چیز در خانه دختر هست، ولی اگر در کل خانه جستجو بکنی یک کتابی که زیر نام تربیه اسلامی فرزندان، تو یک کتاب در خانه مسلمان امروز پیدا نمیشه. ساعتها پدر وقت داره ولی وقت نشده که یک کتاب برداشته باشه، یک داستان از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، یکی از غزوات پیامبر را تشریح کرده باشه، یکی از عادات رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر چگونه غذا میخورد، پیامبر چگونه به بیت الخلا میره، رسول خدا صلی الله علیه و سلم اخلاقش به خانواده چگونه بود. من خواستم شیوه های تربیت را امروز بیان بکنم، اما این دعا کنیم که خدا به ما عملش نصیب بگردد. امروز ما صحبت ها خیلی چرب است و صحبت ها خیلی تاب است و ناب است، ولی چیزی که ما امروز در بین خواص و عوام گمش کردیم، هم در بین علما دیده نمیشه، هم در بین عوام الناس عمل است. خداوند ما شما را با عمل بگردانه. ای عزیز من، باور بکنین اگر این فرزند اصلاح نشود به زقوم تبدیل میشه. اول خودت میکشه، اول خودت نابود میکنه. چی را میکشه؟ غیرت در وجود ما میکشه، شجاعت در درون ما میکشه. این فرزند که تربیه ناسالم شد، آهسته دست به بی‌حیایی ها زد و تو توجه کردی و دیدی و حرف نزدی چون فرزندت است، آهسته آهسته ایمان ضعیفتر و ضعیفتر میشود و روز قیامت هم به پیشگاه پروردگار جوابگو هستی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع، آخرین حج محبوب دلها، محمد امین بلند صلی الله علیه و سلم، از صحابه پرسان میکنن اتدرون ای یوم هذا،
همون روز در منا تشریف داشتن. فرمودن شما میدانید امروز چه روزی هست؟ گفتن یوم النحر است. گفت شما میدانید که این چه شهر است که ما در این شهر قرار داریم؟ گفتن بلد الحرام است، شهری که اینجا جنگ و جدل و فسق و فجور اینجا حرام است. در کدام ماه قرار داریم؟ گفتن ماهای حرام است، ذوالحجه است. رسول صلی الله علیه و سلم بعد بیانات طویل و دراز کردن. در اخیر رسول صلی الله علیه و سلم سر مبارکش پایین بود، سر خود را بلند کردن. حدیث امام بخاری است، اینجا رو خوب دقت کنید. فرمود فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم كحرمة یومکم هذا و فی بلدکم هذا و فی شهرکم هذا. خونه های شما، مال های شما، آبروی شما از یکی دیگرتان بر یکی دیگرتان حرام است. نباید خون یک مسلمان ریختانده شود بیگناه، نباید آبروی یک مسلمان تعرض برش صورت بگیره، نباید به مال مسلمان تعرض صورت بگیره. بعد همه صحبتش که تمام شد، در اخیر در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم در تمام وظایف و مسئولیت رسالت خودش که به عهده داشتن کمکاری نکردن، به وجه احسنش این رسالت را به پایه اکمال و تکمیل رساندن. آل رسول صلی الله علیه و سلم دنبال شاهد میگرده که آیا یه حس پیدا شد در رسول صلی الله علیه و سلم که مبادا کوتاهی کرده باشم به این وظایف، به این مسئولیت هایی که به عهده من گذاشته شده بود. آیا من رساندم چنانی که الله رب العزت و الجلال به من دستور داده بود که ما حق این دین را من ادا کردم؟ صدا زد الا هل بلغت؟ سبحان الله. ای اصحاب من، آیا من این رسالت خود را که ما حقه به شما رساندم؟ آیا این رسالت خود را من که ما حقه به شما رساندم؟ صحابه همه به یک آواز جواب دادن قالوا بلا یا رسول الله. بله ای رسول صلی الله علیه و به وجه احسنش این دین را به ما رساندی. رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه اللهم اشهد، اللهم اشهد. ای بار الها تو شاهد باشی، تو گواه باشی که اصحاب من به من شهادت میدن که من این رسالت را که ما حقه ادا کردم. یک درس داد رسول صلی الله علیه و سلم، یک مسئولیت به عهده همه گذاشت. یک شب برو به پیش فرزندایت، بچه‌تم جمع بکو، دخترتم جمع بکو، همسرتم جمع بکو، برشان بگو این مسئولیت تو فرزند، تو دختر، تو همسر که به دوش من بود که الله رب العزت و الجلال به صراحت بیان کرده یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان، خودتان و اهل خانواده خود را از آتش جهنم نجات بدید. برو تو پدر پیش همسرت بشی، پیش پسرت بشی، پیش دخترت بگو کما حقه وظیفه‌ای که به عهده من بود در قبال تربیه شما، در قبال تعلیم شما، آیا من این وظیفه را کما حقه ادا کردم یا نکردم؟ پس خودت تصور کن که جواب فرزندت به سوی تو منفی هست یا مثبت. اگر فرزند به طرف تو نگاه کرد و پدر کدام مسئولیت تربیه، چه تربیه کردی مرا تو؟ یا همسر بگوید کدام تربیه را حرف میزنی؟ همین که تلویزیون کلان در خانه مانده، تمام ماهواره ها اینجا نصب شده، به از همش ما استفاده میکنیم، لباس های تنگ و قولش برهنه و گردنش برهنه میپوشیم و تو تماشا میکنی حرف نمیزنی، دختر پردون میپوشه و در هتل میرقصه حرف نمیزنی. این مسئولیت را تو خوب ادا کردی. پسرت به کدام سمت در گناه است؟ با گوشی خود چی کار میکنه؟ رفیقش کی هست؟ دوستش کی هست؟ ای عزیز من، به خدا روز قیامت جواب میگی. امروز شاید به تو سخت برسه، تلخ باشه این حرف، به رب کعبه قسم روز قیامت به پیشگاه الله جواب میگیم. اگر این روز دشنام میده، تحقیر میکنن، توهین میکنن منبر را، دین را، علما را، روز قیامت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ظالمان روز قیامت میدانند که بازگشتشان به کجا هست. برادر من، دوست من، تو اگر تخم و بذر پاک و که آلوده نباشد به یک زمین خوب و که آماده شده باشد بریزی و بو آفتاب خوب بتابد، باران ببارد، آب برش برسه، بهترین حاصلات به تو میدهد. پس این نطفه پاک کار دارد. اولین شیوه برای تربیه فرزند، رسول صلی الله علیه و سلم میگه تنکح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین.